به گفته پژوهشگران، بوی باستانی تازه احیا شده میتونه به آشکار شدن زندگی زنی که در کنار فراعنه دفن شده است کمک کند. به نقل از یورونیوز، دانشمندان با شناسایی موادی که در مومیایی کردن مصریان باستان استفاده میشد، تونستند رایحه‌ای متعلق به 3500 سال پیش رو احیا کنند. این عطر که رایحه زندگی ابدی یا بوی ابدیت نام گرفته، در روزگاران قدیم مصر با استفاده از موم زنبور عسل، روغن‌های گیاهی و صمغ درختانه متعلق به سرزمین‌های دور ساخته می‌شده. بوی بازسازی شده از داخل یک کوزه در تابوت زنی مومیایی شده برمیخواسته که تخمین زده می شود در حدود سال 1500 قبل از میلاد درگذشته باشد. تابوت باستانی حدود یک قرن پیش در سال 1900 در دره پادشاهان مصر توسط باستانشناس بریتانیایی هاوارد کارتر کشف و حفاری شد. باربارا هوبر، محقق دکترای انسانشناسی در مؤسسه ماکس پلانک آلمان و نویسنده ارشد این مطالعه میگوید موادی که در فرایند مومیایی سازی این مومیایی‌های باستانی یافت شدند، یکی از پیچیده ترین و متنوع ترین موادی هستند که از این دوره به دست اومده و دقت و پیچیدگی روشی رو نشون میده که مومیایی‌ها با آن ساخته میشدند. این امر به موقعیت استثنایی این زن در جامعه آن زمان اشاره دارد. تحقیقات قبلی نشون داده که سنتنی یا سنتانی در حدود سال 1450 قبل از میلاد زندگی می‌کرده و پرستار و دایه فرعون آمنحتب دوم بوده. این زن از آمنحتب دوم مراقبت می‌کرده و در نوزادی هم به او شیر می‌داده و همسرش سنفر شهردار طبس بوده. اطلاعات کمی در مورد زندگی و مرگ سنتانی وجود داره. طبق تواریخ به دست اومده، سنتانی ملقب به زیور پادشاه بوده و یکی از اعضای رده بالای دربار فرعون به حساب می اومده. پس از مرگ او اندامهای حیاتیش رو مومیایی می کنند و در 4 کوزه با دربهایی به شکل سر انسان قرار میدند. کوزه ها در یکی از مقبره های دره پادشاهان پیدا شده است. مکان دفن سنتانی در دره پادشاهان نشان از اهمیت بالای او در جامعه اون وقت مصر داره، چرا که این قبرستان معمولاً مختص فراعنه و اشراف قدرتمند بوده و خاکسپاری در این محل نشون دهنده امتیاز فوق‌العاده و احترام بالایی بوده که احتمالاً فرعون برای قائل بوده. کوزه هایی از سنگ آهک که زمانی حاوی ریه ها و کبد سنتانی بودند برای سالها در موزه‌ای در شهر هانوفر آلمان نگهداری می شدند. مصری ها در طول فرایند مومیایی کردن اندامهایی مانند ریه ها، کبد، معده و روده ها را با دقت برمی داشتند تا از رشد باکتری ها جلوگیری کنند، زیرا آنها به سالم ماندن بدن برای زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند. مسئولان موزه به هنگام جنگ جهانی دوم اونا رو برای در امان ماندن از آسیب به یک معدن نمک منتقل می کنند. هرچند محتویات کوزه ها مدت هاست که از بین رفته، با این حال محققان تونستند داخل کوزه ها را بتراشند تا بقایای مواد و همچنین سنگ آهک متخلخل کوزه ها را بررسی کنند. دستورالعمل‌های دقیق استفاده شده در تهیه روغن‌ها و عطرهای مخصوص در کوزه‌ها از دیرباز مورد بحث بوده، زیرا متون به دست اومده از مصر باستان دقیقاً به نام مواد تشکیل دهنده اشاره نمی‌کنه. با این حال تیم تحقیق با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی بسیار پیشرفته سرانجام تونست ترکیب مواد داخل کوزه‌ها را به دست بیاره. مطابق یافته‌های دانشمندان، این کوزه ها حاوی موم زنبور عسل، روغن‌های گیاهی، چربی‌های حیوانی و غیر طبیعی حاصل از فرآورده‌های نفتی و صمغ بودند. ترکیباتی مانند کومارین و همچنین اسید بنزوئیک در این کوزه ها پیدا شد. پس از شناسایی مواد تشکیل دهنده، تیم تحقیقاتی با یک عطرساز فرانسوی و یک موزه‌شناس متخصص برای بازسازی رایحه واقعی مومیایی سازی کار کردند. پژوهشگران میگویند این فرایند پیچیده ماه‌ها و چندین بار تکرار شد تا اینکه عطری دقیق
به لحاظ تاریخی به دست آمد. دکتر هوبر در این باره میگه اولین باری که با این عطر روبرو شدم تجربه ای عمیق و تقریباً سورئال از جنس ارتباطی ملموس و معطر با دنیای باستان داشتم. مثل اینکه با سفر در زمان پژواک ضعیفی از گذشته در دست داشته باشیم. این رایحه احیا شده از ماه اکتبر در موزه موسکارد دانمارک به نمایش گذاشته خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند بویی را که محققان آن را عطر ابدیت نامیده‌اند استنشاق کنند و در هوای بخشی از روزگار باستان تنفس کنند. و در آخر ممنون که منو تا آخر این ویدیو همراهی کردید.